جلسه هشتمی مکالمه زیرحوزه خواجه بقیرغان اصفهان اقصی در بینای ریاست بهداشتی زمین و آبیاری در ولایت سوغد برگزار گردید. در آن نمایندگان لایحه ملی اداره‌کنی ذخیره‌های آب در جمهوری تاجیکستان، ریاست ذخیره‌های آبی منطقه حوزه سیردریا، شریکان رشد و اسوسیاسیون استفاده برندگان شهر و ناحیه‌های ولایت اشتراک داشتند. اصلاحات بخش آب در تاجیکستان سرموضوع جلسه به حساب رفت. معاون سرداری ریاست ذخیره‌های آبی منطقه حوزه سیردریا اوید با فعالیت خود در منطقه حوزه سیردریا در دایره تطبیق قرار جمهوری تاجیکستان از سنه 31 دکبر سال 2015 تحت رقم 791 درباره برنامه اصلاحات ساحه آب جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2016-2025 در قسمت تاجیکستانی حوزه سیردریا برآمد نموده. از سخنرانی‌های سروری دولت پیشوا ملت محترم امامعلی رحمان که چنین گفتند فقط همکاری متقابلا سودمند در ساحه ذخیره‌های آب به حل مسائل اجتماعی و اقتصادی و حفظ طبیعت منطقه به نفع همه مردمان ساکنان آن مساعدت خواهد کرد یادآور شد. همزمان او اضافه کرد که در این سمت ریاست کارهای زیاد را به سامان رسانیده ایستاده است. سرداری ریاست باشد درباره آمادگی برای پیشنهاد لایحه خرد معلومات داد. او همزمان از اشتراکچیان خواهش کرد که پیرامون معماها و حل آنها پیشنهادهای خویش را ابراز دارند. معاون منیجر لایحه ملی اداره‌کنی ذخیره‌های آب در تاجیکستان گفت که در عصر 21 جمهوری تاجیکستان و جامعه بشری بهر آن کوشش کرده ایستادند که آب و مسائل آن را همه‌طرفه آموخته تحلیل نموده مسائل وابسته به آب را طرز حل نمایند که آن امکانیت رشد اقتصادی و آبادی ساکنان سیاره را در 100 سالهای آینده برای نسل‌های فردا مهیا سازد. در این روند لایحه ملی اداره‌کنی ذخیره‌های آب نیز تلاش دارد. درباره رفتی موسم آبیاری در مؤسسه‌های خواجگی آب سردار اداره بهداشتی زمین و آبیاری ناحیه جبار رسولوف معلومات داد. او قید کرد که بارشات روزهای اخیر برای بهتر نمودن وضع آبیاری زمین مساعدت نمود، اما در این سمت همانا کمبودی‌ها جای دارد. همچنین در رفتی جلسه نمایندگان اسوسیاسی‌های استفاده برندگان آب از دیگر شهر و ناحیه‌ها سخن نموده بابت کمبودی و پیشروی‌ها و بهتر ساختن وضع آبیاری پیشنهادها دادند. لازم به یادآوری است که جلسه با دستگیری لایحه ملی اداره‌کنی ذخیره‌های آب که از جانب حکومت شویتزاریا مبلغ گذاری می‌شود و در همکاری با تشکیلات خلوتس صورت می‌گیرد برگزار گردید. با محاکمه قبول پیشنهادها مکالمه طرفین جلسه به کار خود انجام بخشید. نسیم عبدالله‌زاده، مظفر صابیرов برای برنامه اطلاعاتی اخبار.